خود مدار گرم باشه. بعد تست روغن، پنبه گازی، فیلترها همه بازی میشه. بریم طرفش خود روغن تست میکنیم، سطح روغنش درست باشه. و آب رادیاتور رو همه مسائل که چک کردیم مرتب شد میریم سراغ تابلو برای استارت. تابلو همه در وضعیت اتو هستش که هر زمان برقرار مجدد خودش استارت شد. تو مانور رو حالت دستی میزنیم، خود ما دستی روشن کنیم. جنراتور شماره 1 رو حالت دستی میذاریم و استارت